گیش نشیدم نمی قانون اوفو بچه گیش نشیدی بیا استاله بود بارو اگر شما از ریختن موی سر اذیت میکشید یا اینکه ریشتان رو زیاد کردن میخواهید در بدن شما سفید شوی پوست به نظر میرسد یا اینکه خود را فربه یا خراب کردن میخواهید پس به شما گیاهای طبیعی sofsavdo کمک میکنند دستافک به مسکو و سنت پترزبورگ و دیگر شهرهای روسیه رقم ها در زیر نوا و روی اکران سلام علیکم سلام و همیشه موی برادر نخند آخی بیزار کردن آخی یه برادر یه بچه همی دیگه کار دیگه یه طرف اینجا رای موشینه یگان تو موشین نزنه با یه برادر عزیز ابا چند تو دیگه کار دیگه نداره همین اسم منم عدم منم میبره اون طرف میرم عدم منم میبره روز میتی برادر عزیز ابا چند اکا عبدالله آخی این برنامه ما نام دادن بودا بوره بو میلهم رو تو بو هم کلدا بوره هم کلبو کیه بو کدا بوره موی سردلو کیه او هنرمند کدامی قربان برای گمش قدم قربان دم قدم ایلهم بیزار کردش مون کار نداره برادر بچه بیزارم که قدم بدم میرم درم خونه هم دیسکش مون نگه بکشم دیسک همین دیویده بشکنن بیزار شده قدم ما ایران گوری تام بزنم قدم تام بیزارم فهمیدی چی میگوی آقای بوچوخان چی میگوی من میدونم که شما بسیار تقلید از زور میکنین یا تقلید از سرودی قدم قربان میکنین همین نظر انا میجا التماس نگه ای چون مسیز زیاد نه مالی فهمیدی مالی رنگمون هی برون بارید هی سرم خورید هی برون بارید هی سرم خورید هی گیش نشیدم نمی قانون اوفو بچه گیش نشیدی بیا استاله بود بارو ای بچه نگی ای برادر تو خیلی یاتا گیش نره شلو سیر میکنی این ندیدی آخه میگن اون شبگیر خجاده سوچیا که تنج نگو سلامتی تو بگه اکا باشه یک سرود خونده عذر میشه اکا خدام نکی کو همین آدم گنده شما را میدونی چی گفت ما تعریفت کردم گفتم بهترین هنرمنده هنرمندی خوبه گفتم دروغ میگه میدونی چی میگه ای بیزار کردین هاردت میگه این تعریف گفتی اکا من بخدت کار ندارم دیگه عدم میرم نبرو برو التماس یک دسته گلم در راه فیض آورده های فیض آورده جان فیض آورده های مرغی دلی من همیشه در پروازه السلام علیکم ای بوبی اومدی آمدم بیشی بوبی سلام علیکم صدای خوبه کسامتی خوبه کارو خوبه ایدرس اومدید بخیال من بله شما در برنامه میشناسید اشتراک کردین یک خیلی غلط کردین وقت دارین بله نام شما سعید ابراهیم بسیار نامی بهترین برادر عزیز شما یگان بار برنامه را تماشا کردگی هستین میکنین بله سرودای تاجیکی چخه گوش میکنین یا میکنین بله هنرمندای تاجیکی چخه تماشا میکنین یا کنین بله میکنم بهترین شما یکی از حجم‌نگاری بهترین بابای مرگان میشناسین بله با کدام شوخیاش با سرود ناوش خاطر یعنی که حافظه نه یا که حجم‌نگار کدام میشه خاطر دخترک میخونه کدامی همون سروش کم ترک من خیلی از زمان میکردن در یاد می اومد با میخونید کسا فراموش کردم فراموش شد کردم خیلی باید یا که بعد دیگه خیلی یعنی که بابای میگن اگر ایپش دیگه هست یا که نه یک بار میخواین که دیگه بار ببینیم خیرات که نیست خاتیمو نمیدونم شما یگان ایپش دیگه نسنه دیگه یک بار دیگه اگر که خوزی در جای ما باشه که ببینیش شما چی تمنیات بحری بابای میگن داشتید برای همین بچه‌ها تماشا کنیم میخوایم یگان صحنه مقصد نه شوخی نه یعنی که یگان صحنه نو بکنه در حوزی بکنه یا که پگا اگر دینا بکنه چی میشه قبول یا خیان بله بهترین تمام شما فقط همین ایپش ببینیش میگن که دینا یگان صحنه چه بکنه بله تشکر زیاد زنده باشین چه دینو گفت السلام علیکم دین بر وقت گذاشت دیگه این دیگه باشه پره روز بیاد تماشا کن میشه شناخت نکا کیه بابای مرگان تشکر زیاد بابای مرگان جانی بابا همین برادر میخواد که شما یک تا سرودی حجو یک تا قطعی یک دخترک شکرانه که خوندگین کو الان سرودا میگه که یک تا بخونه اولش خیلی بود را اینجا بیا
ایجا بیا حالی ایجا بیا زبان دیا کلاج درست حالی ایجا بیا کلت کلپنگ و قد درست آمدی تو به این خانه واه خانشید جنجال خانه خانشید جنجال خانه ای سرت سبیل بمانه تشکر زیاد بابا زینه باشین ای نویره هم خرسندم که سردای بابیشم سخنای بابیشم در یاد دارن انشالله که دعاهای نکی بابیتانم در یاد داره خداوند همیشه چهره خندان دل شاد بخت سفید نصیب روزیتان کنه الله اکبر رحمت اکبر تشکر زیاد بوی جانی باباش بیرو میگم قطعیت نمیگیری دویت بخونم میشه ولی زور گفتنش خیلی خیلی نگو آوازه بابیشم با قوت تر رو دای رو کنن انا سراغش بگیره همون رو انا بعد در اونجا با یک جای قطعی بابیتان بازی میکنه نمیره اکای بابیش همین جور دوم تمام بابی ما همینجا دویم یکون کپی پاپیش سبایب کنیم بچه با مامتو چی اتویچات میکنیم خیلی اینجا بجو میکنیم اینجا شهره خیلی بینده گاو نیست